همین نگفت کشتو سامونه. در جنت کشتی کار میکرد؟ در یادم نیست لیکن سبحان الله به یادم آمده است این حدیث اگر اون چیزی باشه. او انسان‌هایی که الله و روز قیامت میکنن کو انسان‌هایی که نامه اعمالش یگان چی نداره. بعد الله سنجش میکنه. تمام بعد مثلا میبینیم انشالله با انیق میکنیم به شما بیان میکنیم انشالله برای اینکه مسئول غیبیات است باید انیق و دقیق جواب داده شد انشالله. کم است الله. الله نگه باشه. حیاک الله. شیخ جان بخش بسیار هم برادرها خواهش کردن که در مسئله همو دکمین کردن همو امریکا میگه وسیعتر میفهموندین میگه کمتر چکنن میگه همو ادوکات توجیک بوده در اوجا گفته که سود پود نمیشه فقط ما همو کیس جمع میکنیم شما دا که قانونی همجا کار کرده و زندگی کرده تانین میگه شما را سود فیروت نمیکنه میگه ما خودمون میگه دکمین جمع میکنیم میگه خودمون میکنیم منیشته چی؟ بارک الله فیکم. برادر عزیزم ما در همین مسئله سود خیلی برادرها با بیان میکنیم و بار دیگر بیان میکنیم که این مسئله به هر یک کسی که همین بینای سود برافت یا یکون مسئله بر همین قسم سود برافت یک باره اینه ما مراجعت کننده به محکمه طاغوتی مراجعت کننده به حکم قضاوت کننده و این کافر مش نمیگیم برای اون که همون محکمه ها یا بگیم سودها غیر از حکم کردن سود غیر از سودیگی کردنش با دیگه وظیفه های دیگر هم دارد. مثلا همین بینای سود به قسمی قبولی لاجئین دارد. حکومت بیجنسا را قبول کردنش مثلا قسم سود به در بعضی جا شاید دادگی باشد. در همین قسم سود دادن بعضی از مثلا سپراوکه هایی که به یگون مثلا سود به هیچی مثلا شما ماشین دارید همین ماشین بودن داشتنتونه برای تصدیق کردن یک کاغذ لازم مثال اگر میگم یا خونه دارید میخواهید که خونتون یک ورق باید داشته باشید که خونه فلان فلان متر از آن شما همینجا کاغذ است و کاغذ هم تو به یگون بارک الله فیک و تصدیق نامه هست تلاش نامه نه شما برای رفته کشمکش کرده در اساس قانون نمیگیرید و یک میرید تصدیق نامه میتید یا زمین تو یا غیره به یا که شما میروید میخواهید که از یک شهروند یک جای که دولت دموکراتی است میخواهید که برای یک شهروند دولت دموکراتی دیگر شوید که آزادتر است از اینش میبرید اینش میبرید هر دوشون کفری است لیکن یکیش دیکتاتوری ظالمی که خیلی هم حتی مسلمان کرد شما را مسلمان ایستادن نمیموند میخواهید دیگرش بروید لیکن میگوید که دکمنت هایت رو مثلا در بعض جاها دکمنت رو برده به پاسپورت استول میدید یعنی قسمی جوازات بمیدید و هم یک ارگان است قسمی جوازات به دکمنت میتید این قسم شما را میبیند دکمنت های شما اگر درست باشد پاسپورت میتید در بعض جاها مثلا هر جا هر خیل است در بعض جاها اصلا آنلاین است به هیچ جا نه آنلاین و همون یک قسمی که اصلا همون قسمی فقط دکمنت هست همون به اصلا اینها مستقل هست حتی به حکومت ربط ندارد مستقل است میرود از حکومت میگیرد و وارد شما میتید مثال یک بعض جاها است که شاید امریکا مثلا همین قسم گرفتن پاسپورت رو هم به سود گویا ربط داده شما میگید که یعنی این دکمنت های من میخواهم شهروند همین جاشم دکمنت های شما را کس میبرد همیشه میبرد درست است درست شهروند را میدید ما میگیم که این بوک ندارد به شرطی که در وقت گرفتن شهروندی شما قسم خورده چخیلی که در روسیه هست نگیرید در بعض جایها قسم خورده میگیرید شهروندی را در بعض جاها بدون قسم است همه اینها حالت ها را نگاه کرده شد مطلق گرفتن شهروندی یگان جا رو کفر اکبر گفته نشد یعنی هر وقت که پاسپورت گیری تو کفر میشی گفته نمیشود و مطلق پاسپورت گرفتن هیچ گپ نه هم گفته نمیشود خیلی که عذری ها میگن که پاسپورت گیری هیچ واقع ندارد قسم خوره میگیری نمیگیری هیچ گپ نیست میگن این عقیده جهمی است و عقیده یرگی غلو هم است که میگن اگر پاسپورت گجای نگیری کافری حتی پاسپورت خودی همون شهر خودت گیریم مثلا در تویستان هم پاسپورت گیری بعضی غلو کرده ها تکفیر میکنه شاید
در حالتی که پاسپورت اگر خودش گرفتن نظر کنید کفر اکبر نیست. اگر کفر اکبر شرک اکبر نیست، خود گرفتن پاسپورت کفر اکبر نیست. گرفتن خود پاسپورت کفر اکبر نیست. و اما پاسپورت اول اصلاویه داشته باشد، شرط داشته باشد که اول کافر میشوی یا که بمانند که اول قسم خور که قسم به همین کنستیتوسیون اینجا میخورم، قسم به پاسپورت میخورم که دفاع میکنم این صحبت یا به همه قانونهای کفر شرک روزیان بگید، انا اینجا که کفر شرک اومد انا اینجا کفر میشد. این مذهب ما هم رد به اهل غلو است و هم رد به اهل جفات این جهمیه است. فهمو شد برادر عزیزم از همه جانبش انشالله. شیخ جان همی همچون گریزه رفتگی بودین، همچون گریزه اوجا دکمنت میکنن شونه فقط به خاطری که قانونی کار کنن. من باور کرد حیران میشم ده برادر عزیزم. من حاضر سخنی گفتگی من به فرق به من یک جواب دهنده یا به شما به ما چی فرق دارد که به گریزه رفت یا که تجارت برفت؟ به ما فرق ندارد. این مسئله را تغییر نمیدهد. و آدم گریخته رفت و آدم بیزنس برفت و آدم فقط خلاصی روزی برفت، چی برفته باشد همه حالت یک حالت است. پاسپورت گفتیم که ما چی خیلی حکمش فرقی و چی برفت. سوال ما به نظرم با جوابش فهمو شد یا نشد. من در حقیقت اذیت میکشم در بعضی حالت من کمتر اذیت میکشم، اگرچه خیلی صبر میکنم لیکن اذیت میکشم که سوال شما دادید از همه جانب جواب تیم سوال گشته بود داده ایستادید شما یک بار دیگر چیکار کنیم؟ صبر میکنیم که بناگاه یگون سخنی سختتر نزنیم، یگون برادر نرنجونیم گفته. لیکن از نظر علمی این یک خیلی کار خوب نیست. همین کاری که برادرها میکنن، همین خیلی برادرها شاید همین خیلی کرده عادت کردن، این درست نیست. سوال میتید جواب میتیم، با سوال میتید، با جواب میتیم، با سوال میتید. سوال جواب داده شدیم الحمدلله بگه تمام است برادر عزیزم. الله استون میده. جزاک الله خیرا. عذر بسیار شیخ بخشش. نه عذرم نگوید. اکنون عذر گوید، اکنون عذری سخت عذر گوید این ما را میرنجونید. ما عذر شما به خاطر عذر خواستن شما هم نگفتیم، لیکن آداب سوال دادن و آداب گوش کردن ما باید آموزیم. این طالب علم بچه یک تمام مغزی سر تمام قلب ما استفاده میبریم. یک مسئله را به مسئولیت از 10 طرفش گویم شما گشته با 2 کلمه دیگر کتی زده همین مسئله پارچه چی میشه؟ کنی آداب ما هم دیگر بود، کنی احترام بیان علم. انشالله الله المستعان. حرکت ایجگام میکنیم. نیست، ایجگام نیست. خیر است برادر. الله استون بکن. الله به خاطر الله دوستانو دارم. مریم برای پاسپورت گرفتن همه کار رو کرده ایستاده اند. این سوالی هست که چندین بار برای ما نوشته ایستادن جواب دهید. بله ما جواب دادیم. سوال بولنده گجوبه بولا که یعنی همون پدری کلین یعنی میگه که همون پیشی امیلی صاحب رفته این فرزند من از همین پدری شوهرم برای دکمه گرفت. این خلاصی گوام اینجا بدستم. بله مریم میگه یک زن میخواهد پاسپورت گرفتن، یک زن میخواهد پاسپورت بگیرد از نام خسورش یعنی پدری شوهرش، یعنی فرزندش رو می نویسد در دکمنت که این فرزند خسورم است، اما و کارکنان پاسپورت میگن این زن باید بگوید اومده که این بچه از خسورم است. وای 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 این چی ذلت است، این چی خوری است، این چی گپ است؟ همین هم سوال است. کسی که غیرت دارد تو این درجه نروی نکن. کلین فرزندش میگفتد که این از خسورم است. دکمنت دهنده هم گفته است که بیاد همین دختر بیاد، همین زن بیاد و گفت که همین بچه از همین آدم گفت. کنی شرم هیونه این کارا رو نکنین، این کارا رو نکنین. کمتر صبر کنین، کمتر یارزگی به آداب، به حیای، به شرم، به شریعت هم کم کارو پیش برین. سبحان الله. همین کلین
فرزندشه از خسورم از گوید همین شرم میدارد یا نمیدارد؟ اگر آدم مسلمان باشد خسورم شرمنده هست، کلینم شرمنده هست. کودکم بیچاره اگر کمتر عقلش میبود صحبت میکرد که این خیلی کار نکنید. آخر این کار تو این درجه نبرین. آخر شرم اهل اوله، پرده شرم کفوندن تو این درجه بردن، این درست نیست. سبحان الله. انا می سوال دیروزم داده بودن. السلام علیکم و رحمت الله میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر در مدرسه الاحزار خوندن ممکن است؟ البته مدرسه نه، این دانشگاه است، یونیورسیته است. در عین زمان در کدام مدرسه باید تعلیم علم بگیریم؟ از کجا خوبتر و افضلتر است؟ خاص به خاطر الله دوست می‌داریم. اولا میگیم که احبک الله الذی احببتنا فیه، همون اللهی که به خاطرش ما رو دوست داشتید الله شما رو دوست دارد. اما در مسئله یونیورسیته الازهری که در مصر است، خوندن در این درست نیست، خوندن در این حرام است. برای چی؟ برای که این الازهر دانشگاهی بارک الله فیکم اشعری و ماتریدی است، اشعری ها است. در درونش ضد قرآن و سنت در درون صنف میشینید. شما با الله نامکان است، الله در بالا نیست، الله کسی که در بالا میگه گمراه است که درس میتید، دست و پای الله انکار میکنید، کفر شرک تعلیم میتید. بعد از الازهر برآمده و به ما لاف توف میزنن که من ماجستر شده از الازهر برآمدم. نمیدوند که ما کفر میدونیم در الازهر خوندن، کفر است خوندن در اینجا. همه علما نشستن در نزد اشعری حرام میکنن، کفر است. الله این حرام میکرد. الله میگه و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله میگه که ما نازل کردیم در قرآن که زمان شنیدید که در یک مجلس در یک جای به آیات های الله کفر ورزیده میشد یا شوخی استهزا کرده میشد، همراه اینها نشینید، اینجا ننشینید، روید از اینجا تا اینکه سخنشون عوض بکنه. الله منافقا و کفرها در اینجا جمع میکرد و این چنین دلیل میشود آیتی که در مسئله تکفیر مستهزئین اومده است. ولی این سلطان لا يقولون كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم. اگر از اونها سوال کردی میگن که بازی کردیم، شوخی کردیم، مقصد ما کفر نبود. الله میگه آیا با الله و رسول و آیات های الله داری استهزا و شوخی میکنی؟ عذر نمیاری، کافر هستی. همین آیات خونید. در همینجا یک نفر شوخی کرد، 4-5 نفر دیگر نشست، از درون 4-5 نفر یک نفر خیست و انکار کرد و برفت. یک نفری انکار کرده رو الله تکفیر نکرد، محمد صلی الله علیه و آله و صحابه تکفیر نکردند. اما خود استهزا کننده و کسایی که همین رو بروش به نشستند و انکار نکردند و نشستند آرام خسته نرفتند انکار نکردند، تکفیر شد. شما در الاحزار یا یک نمیدونم مدرسه صوفیگی، اشعریگی، ماتریدیگی دیگر باشد شینید کفر گوید، شما شتید کفر در رو بروش خاموش نشستند، فقط در یک حالت آدم کافر نمیشد، اکراه باشد. شما هم کسی اکراه کرده لطکوب کرده برده نشوندگی باشد، این دیگر مسئله است. به اختیار خود رفته آموخت. چی می‌آموزید از این گمراه؟ چی می‌آموزید از این گمراه؟ اعوذ بالله. در کجای شریعت آمده است که عقیده صحیح دین فقط باید از عرب گرفته شد؟ بعضی ها همچین عقیده دارند. این عقیده یک عقیده جاهلانه است که دین فقط باید از مصر یا سعودی گرفته شد. دین میتونه در افغانستان هم گیری اگر اهل سنت باشد، در تاجیکستان هم گیری اهل سنت باشد، در پاکستان هم گیری اهل سنت باشد، در هند گیری اهل سنت باشد، باکی ندارد. فقط عقیده اهل سنت و جماعت باشد، همون درس دهنده عالم اهل سنت و جماعت باشد، دین از همین میگیری. این ماده شده است. کفر یونیورسیته کفری است، شرکی است. حتما میگه نه همینجا باید رفته کنی، دیپلمی همینجا معروف است. دیپلم تو بکی لازم است. وقتی که تو اینجا رفته شرک گوش کرده کافر شده مشرک شدی، دیپلم تو اگر جنت میره، توف بر این خیل دیپلم هایی که در اساس کفر شرک گرفته شده است. این ماجستر بودن، دکتر بودن هیچ فایده ندارد.
وقتی که تو عقیدت باطل است. دیدیم اون یک دو ماجستری دکترش معنای لا اله الا الله نمیدوند، اشعری معترضی است الله در بالا بودنش این کار میکرد، کافر است، دیپلم شهادت به کفرش است. علم قرآن سنت فهم سلف است. اما در مصر اگر روید و زبان عربی آموزید خوب است. زبان عربی آموختن مرکزهاش است، مرکزی فجرش است، کلیمیش است، نمیدونم همچنین مرکزها بروید عربی خونید خوب است. تکتیکی مرکزاش خوب است زیرا که قدر دکومنت و این اون طلب نمیکرد، کم کم پولش میتین میخونید. در سعودی همین وضمای نستی بگیم شرایطی عربی را خوندن بدون همچنین یک آدمی عادی رفته عربی خوندن جو من خودم نمیدونستم وجود نداشت. اما در کجا خوندن خوب است؟ در سعودی خوندن نسبتا در همه عالم دیده در سعودی خوندن خوبتر است. در همه عالم اگر نظر میکنیم در سعودی در یونیورسیتش خوندن خوب است زیرا که علما هست. اما مدخلی ها همینجا هم روز به روز سختتر و بدتر کرده است. صلحایی که ما مدینه رو میخونیم حاضر صلحایی که حاضر است خیلی فرق از زمین تا آسمان است. از نظر برنامه هم، از نظر علما هم، مشایخ هم، سخنهای عقیدوی هم فرق از زمین تا آسمان است. شیخ بین ما برادران مسلمان بحث شد که اگر محمد صلی الله علیه وسلم نمی بود الله دنیا رو نمی آفرید. این جهالت رو بحث کنید. کلمه اگر خودش پیامبر مان کردن که گذشته را اگر گفتن این خودش باب شیطان باز میکند. پیامبر اومدن دعوت کردن 1400 سال گذشت رفت و شما کی حق داد که اگر نمی بودم بگید؟ اومدن گذشتن و رفتن. چرا به شما کی حق داد که اگر بگید؟ غیر از شیطان به شما هیچ کس هم حق نداده است. پیامبر میگه لا تقولوا لو، به گذشته اگر نگو، اگر می بود اگر نمی بود نگو، زیرا که فإن لو تفتح عمل باب شیطان، زیرا که من اگر گفتن باب شیطان عملی شیطان رو باز میکرد، اختلاف زد و کشو میرید. پیامبر اومدن دعوت کردن رفتن بعد از 1445 سال مسئله جدید بود. اگر نمی بودن چی میشد؟ زمین آسمان خلق میشد؟ نامعقول کردید به این بحث و به این سخنتون. این بحثتون سرشویش در اساس وسوسه شیطان است. این موضوع بحثتون بحث شیطانی است. اعوذ بالله. حدیث است که پیامبر مان کردن چیزی اومده گذشته شده رفته گیره اگر بگوید. الله المستعان. این چی روز است؟ السلام علیکم و برکاته. برادر عزیزم الله همیشه الله. السلام علیکم و رحمت الله. استاد صداتون گم شد. صدا نیست. برادر عزیزم در حدیث اومده است که وقتی که طعام هست طعام می آید انسان حتی اول طعام خورده بعد نماز میرد. طعام این چیزی خیلی هم عجایبات است در این مسئله. یعنی آدم به فکرش پریشان میکند آدم گوش در نظر ما که طعام اومده است شاید قریب خونیکم یا خونیکم شد برای من عمل میکنم به این حدیث و طعام بمیرم برادر ابو عبدالرحمن و دیگه برادرها قدشون صحبت کنن من انشالله شکم که سیر شد قوه که گرفتیم انشالله دوباره بسم الله گفته گشته میبینیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.